سلام، من آریام. امروز میخوام روش سوشی درست کردن بدون نوری یا همون جلبک رو بهتون بگم. یکی از جایگزین‌های نوری میتونه ورقه‌های برنج یا سویا باشه، ولی ممکنه نتونید تهیه کنید. پس یه خیار نسبتاً بزرگ انتخاب میکنیم و اونو با پوستکن یا وسیله دیگه به ورقه‌های نازک تبدیل میکنیم. اونا رو خوب خشک میکنیم تا به برنج بچسبه. بعد اونها رو کنار هم مرتب میچینیم جوری که لبه اونها روی هم باشه. سر و ته خیارها رو صاف برش میزنیم تا یه مستطیل به دست بیاریم. حالا برنج خودمون رو روی یه تیکه کاغذ روغنی در ابعاد حدودی ورقه خیارمون پهن میکنیم و دقت کنید که طول برنجمون باید مساوی با طول ورقه خیار باشه، ولی عرضش باید یکم بیشتر باشه. خیلی آروم برنج رو منتقل میکنیم روی حسیر و فاصله میدیم و بعد لایه خیار خودمون رو روی اون قرار میدیم و یکم فشار میدیم. من برای داخل این سوشی از خرچنگ و آووکادو خیار استفاده میکنم، ولی شما از هر چیزی میتونید استفاده کنید. حالا طبق روال قبلی مواد خودمون رو میذاریم و با تکنیکی که یاد گرفتیم شروع به پیچیدن سوشی میکنیم و دقت کنید که همه جاش بسته شده باشه. تو حالت بدون نوری سوشی خیلی نرم و شکننده هست، پس پیشنهاد میکنم دورش حتما سلفون بپیچید و بعد برش بزنید و بازش کنید. خب سوشی بدون نوری ما هم آماده است و امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. ممنون میشم اگر نظرتون رو هم برام بنویسید. شاد باشید.